سلام عرض می کنم خدمت شما همراهان همیشگی رادار. به یه مجموعه خبری دیگه خوش اومدید. از دیشب همه چیز خیلی سریعتر از حد معمول جلو رفت، طوری که انگار منطقه یه دفعه وارد یه فصل کاملا تازه شد. ماجرا از جایی اوج گرفت که دونالد ترامپ توی شبکه اجتماعی خودش نوشت اگر تهران بخواد حمله انجام بده، امریکا با نیرویی که هرگز دیده نشده پاسخ میده. لحنش مثل همیشه تند و بدون تعارف بود، انگار داشت مستقیم خط و نشون میکشید. همزمان شایعات درباره یک حمله قریب الوقوع از سوی تهران میچرخید و فضای رسانه‌ای حسابی ملتهب شده بود. چند ساعت بعد اما خبر اصلی مثل بمب ترکید. رسانه‌های رسمی ایران تایید کردند علی خامنه‌ای در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. بمباران پاستور و بیت رهبری از شب قبل شروع شده بود، ولی حالا خبر رسمی شده بود. از همون لحظه تهران وارد فضای سنگین و عجیبی شد. خیابون‌ها خلوت‌تر، اینترنت ناپایدار و نیروهای امنیتی بیشتر از همیشه در نقاط حساس مستقر شدند. صبح که هوا روشن شد، تصاویر تجمع در میدان نقش جهان اصفهان منتشر شد. عده‌ای با پرچم‌ها جمع شده بودند. بعضی‌ها اشک می‌ریختند و بعضی‌ها شعار می‌دادند. دولت هم اعلام کرد 7 روز تعطیلی رسمی و 40 روز اعضای عمومی در بیشه. فضا کاملا حال و هوای سوگواری رسمی داشت، اما در کنارش اضطراب موج می‌زد. در تهران همزمان خبر رسید که چند نقطه هدف حمله هوایی قرار گرفته. شهرک غرب، اطراف بزرگراه بابایی و حوالی مصلی. دود غلیظ از بعضی نقاط دیده میشد و صدای انفجارها در ویدیوهای مردمی واضح بود. کمی بعد ارتش اسرائیل اعلام کرد در عملیاتی که اونو قررش شیران نامیده بود، مرکز سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح رو زده. حتی ویدیویی رنگی از لحظه اصابت منتشر شد. ساختمان ستاد کل در میدان سپاه هم آسیب جدی دیده بود. در همون ساعت اولیه خبر کشته شدن چند فرمانده ارشد نظامی هم تایید شد، از جمله محمد پاکپور فرمانده کل سپاه، علی شمخانی و چند چهره مهم دیگه. خیلی سریع احمد وحیدی به عنوان فرمانده جدید سپاه معرفی شد. همه چیز با سرعتی غیر عادی در حال جابجایی بود. انگار سیستم میخواست نشون بده کنترل اوضاع رو از دست نداده. در صحنه سیاسی محمد باقر قالیباف گفت برای همه سناریوها حتی بعد از مرگ خامنه‌ای برنامه دارند و هشدار داد پاسخ ایران هولناک خواهد بود. و ما هنوز به حساب آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها خواهیم رسید. همینجا خیلی صریح و شفاف به ترامپ و نتانیاهو و عوامل و ایادی آنها میگویم، دوباره تأکید میکنم، هم به این دو جانی کثیف و هم به همه عوامل آنها میگویم، شما پا روی خط قرمز ما گذاشته اید و باید هزینه آن را بدهید. این برای ما نه فقط یک جنگ وجودی، بلکه خشم فروخفته است که علی لاریجانی هم با لحنی احساسی گفت قلبمان را سوزاندید و از تشکیل شورای موقت رهبری خبر داد. شورایی که قراره تا تعیین رهبر جدید امور رو مدیریت کنه. در اون جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکا تلقیشون این بود که با یک ضربه سنگینی که به بخش‌های نظامی کشور میزنن و سران بخش نظامی رو به شهادت میرسونن، بعد میتونن بگن که مثلا بخش‌های از عناصر سیاسی رو میخواستن بزنن و بعد میگن مردم بریزید تو خیابون و رژیم رو عوض کنید. خب اونجا در واقع مواجه شدن با یه سنگر مهم تمدنی که بلوغ خودشون رو ملت ایران نشون دادن و علیرغم همه تبلیغات وسیع اونها اومدن همبستگیشون رو حفظ کردن و اون طلسمی که اونها میخواستن درست بکنن برای انحلال ملت. در اون سوی ماجرا بنیامین نتانیاهو با یک پیام ویدئویی مستقیم سراغ مردم ایران رفت و گفت در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد. ما شرایط رو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود رو از زنجیرهای استبداد رها کنند. و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم ای شهروندان ایران، این فرصت رو از دست ندهید. نفتالی بنت هم حرفی مشابه زد و گفت اسرائیل میتونه نهادهای سرکوب رو ضعیف کنه، اما این مردمن که باید رژیم رو سرنگون کنند.
در مقابل ولادیمیر پوتین پیام تسلیت فرستاد و این ترور رو نقض هنجارهای انسانی دونست. حتی ایلان ماسک هم با یک جمله کوتاه و جنجالی در شبکه اجتماعی ایکس واکنش نشون داد. اما دامنه تنش فقط داخل ایران نموند. در عمان بندر دغم هدف حمله پهپادی قرار گرفت و دود سیاهی از محوطه‌ای غیر مسکونی بلند شد. حوالی تنگه هرمز هم نفتکش اسکایلایت دچار آتش سوزی شد و گزارش‌هایی از حادثه منتشر شد. در ریاض هم مردم از شنیدن چند انفجار و دیدن دود در شرق پایتخت عربستان خبر دادند. منطقه عملاً به حالت آماده باش در اومده. در داخل ایران مسعود پزشکیان کشته شدن خامنه‌ای رو بزرگترین ابتلای جهان اسلام خوند و وعده خونخواهی داد. با این حال هنوز تصویر رسمی تازه‌ای از او منتشر نشده و همین موضوع شایعات رو بیشتر کرده. حالا اگه از بیرون به این چند ساعت نگاه کنیم تصویر واضحه. یک رشته حملات هدفمند، حذف چند چهره کلیدی، تهدیدات تند از واشنگتن، دعوت به قیام از تل‌آویو، تغییر سریع در رأس فرماندهی نظامی ایران و واکنش‌های جهانی که هر کدوم پیام خاص خودشون به همراه دارن. منطقه در نقطه ایستاده که هر حرکت بعدی میتونه دامنه درگیری رو گسترده تر کنه. فعلا همه چیز در تعلیقه، مثل نفس عمیقی که قبل از یک اتفاق بزرگ کشیده میشه و هنوز کسی نمیدونه بازدمش چقدر سنگین میتونه باشه. در حالی که به نظر میرسه منطقه با اتفاق دیشب حسابی توی تنش فرو رفته. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اعلام کرده امشب بعد از نماز مغرب و عشا مردم در میادین اصلی شهر و شهرستان‌های استان تجمع میکنند. از 7 حوض و تجریش گرفته تا ستارخانه و ولی عصر. بنک، فلکه دوم تهران پارس، هفت‌تیر، فلاح، یافت‌آباد و حتی میدان المپیک، یعنی همون جاهایی که همیشه صحنه راهپیمایی‌های رسمی بوده. امشب قراره سیاه پوش باشه. در واقع تهران از حالت شوک صبحگاهی داره به سمت نمایش همبستگی و عزاداری سازمانی یافته حرکت میکنه. خیابون‌ها کم کم رنگ سوی میگیرن و فضا رسمی تر از قبل شده. همزمان تصویر نشان و لباس خادمی رهبر انقلاب هم دست به دست میشه، نمادی که قراره بار عاطفی ماجرا رو پررنگ‌تر کنه. این یعنی روایت رسمی کشور داره روی مفهوم شهادت تمرکز میکنه و تلاش میکنه افکار عمومی رو حول همین محور جمع کنه. اما اون طرف مرزها هم اوضاع آروم نیست. یک رسانه روسی از حجم تخریب موشک‌های ایرانی در تل‌آویو گزارش شده و ساکنان گفتند وحشتناک بوده. این روایت دقیقاً مکمل همون چیزیه که سپاه پاسداران ساعتی پیش اعلام کرد. این که موج ششم عملیات وعده صادق 4 با حملات موشکی و پهپادی گسترده انجام شده و 27 نقطه از پایگاه‌های امریکا در منطقه به همراه پایگاه تلنوف و ستاد فرماندهی ارتش اسرائیل در حقاریا هدف حمله قرار گرفتند. در بیانیه سپاه تاکید شده که آژیر خطر در سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکایی قرار نیست خاموش بشن و گام متفاوت و سختی از انتقام در راهه. این جمله عملاً یعنی تهران نمیخواد واکنشش محدود یا نمادین باشه. در همین فضای پرتنش گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در کویت، دبی و اردن هم به گوش رسید. هنوز جزئیات دقیقی در دست بررسی نیست، اما همین خبرها نشون میدن دامنه درگیری داره از یک خط مستقیم ایران و اسرائیل فراتر میره و کل منطقه رو درگیر خودش میکنه. در دریا هم اوضاع به هم ریخته است. رویترز به نقل از منابع امنیتی دریایی گفته نفتکش MK دفیوم متعلق به جزایر مارشال نزدیک عمان هدف یک پرتاب قرار گرفته و همزمان دست کم 150 نفتکش و کشتی حمل گاز پشت تنگه هرمز متوقف شدند. این یعنی بازار انرژی جهانی عملاً در حالت انتظار و نگرانیه. هر لحظه ممکنه قیمت‌ها جهش پیدا کنه و مسیرهای کشتیرانی تغییر کنند. ممنونیم از اینکه تا پایان با رادار همراه بودید. برای اطلاع از اتفاقات مهم روز کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید.